سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ من چند روز پیش داشتم با یکی از همکارام صحبت میکردم. گفت که پلنت چیه بعد از اینکه کار تموم شه و من براش یه لیستی ردیف کردم که آره میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم، جیم میرم فلان بهمان. بعد گفت که تو چجوری میرسی به همه این کارا؟ خیلی براش عجیب بود، چون میگفت که حالا جالبه که من خیلی دیر، یعنی این همکارم 2 سال و خورده‌ای هست که توی این شرکت هست، یعنی تازه کار نیست که بگی هنوز روتین دستش نیست. برای همین ما کل لانچ تایممون رو گذاشتیم که من براش بگم چی کار میکنم که به کارام برسم. این جرقه در ذهن من خورد که خب چرا نیام ازش یه ویدیو بسازم، چون به نظر من وقتی این سوال برای یه نفر پیش میاد ممکنه برای بقیه هم پیش بیاد. پس این ویدیو اختصاص داره به این که من چطوری به همه کارام میرسم. برو که بریم. اولین موردی که من به همکارم هم گفتم، به همه شماها هم میگم، اینه که تودو لیست داشته باشین. آقا تودو لیست یعنی لیست کارهایی که میخوای اون روز انجام بدی. شاید مهمترین موردی باشه که خیلیا ازش غافلن. خیلیا میگن خب حالا من که میدونم فلان کارو میکنم. نه، باید بنویسی. ببین، نوشتن کارهایی که میخوای انجام بدی، خود این چک مارک زدن کاری که انجام دادی یه هورمونی رو در بدن ترشح میکنه به نام دوپامین که این خودش بهت انگیزه بیشتری میده، حالتو خوب میکنه که بیشتر روی برنامه کاراتو جلو ببری. در واقع فقط یه چیزی که باید همیشه حواستون باشه اینه که اگر که تا الان کسی نبودین که تو دو لیست تهیه کنه، خواهش میکنم ازتون برای شروع سعی کنین خیلی رو خودتون سخت نگیرین. نیان یه لیست بلند بالا بنویسین. خب معلومه خواهر من، برادر من، نمیرسی اون همه رو انجام بدی، سرخورده میشی دیگه، اصلا ولش میکنی. سعی کن منطقی جلو بری و اگر تازه شروع کردی حتی یه مقدار به خودت آسون تر بگیر. یه سری کارهایی رو که فکر میکنی ممکنه نرسی انجام بدی اصلا توی اون لیسته نیارش. خیلیا میان این برنامه رو، این تودو لیستشون رو شب قبل هر روز انجام میدن. خیلیام اول صبحشون رو مثل بنده همراه با چایی صبح وقتی که دارن چیل میکنن به قول معروف و سیستمشون داره ریلود میشه، تودو لیستشون رو مینویسن. فرق نمیکنه، مهم اینه که تو تودو لیست داشته باشی. اوکی؟ این از مورد اول. مورد دوم اینه که خوابتو حواست باشه. ببین، یه دلیلی داره که میگن سحرخیز باش تا کامروا باشی. حالا اصلا من نمیخوام بگم فقط آدمای سحرخیز موفقن، فقط آدمای سحرخیزن که به همه کاراشون میرسن. نه، واقعیت اینجوری نیست. ولی من فکر میکنم که آدم وقتی صبح زود بیدار میشه و یه سری کارایشو مثلا جیم رفتن و مثل کار مثلا حالا پیاده رویشه، دویدنشه، همون اول صبح انجام میده، احساس میکنی که خب بابا من که سخت‌ترین کارم و زمانی انجام دادم که خیلی هنوز خوابن. میدونی این اصلا یه حس خوبی بهت میده. حالا اصلا آقا شما سحرخیز نیستی، باشه، اصلا ایرادی نداره. این که سحرخیز باشی و مثلا همه کاراتو انجام بدی یه وره، این که شما بدخواب باشی، دیر بخوابی، صبح دیر بلند شی، بعد کل روز کلن انرژیت اونقدری نباشه که بتونی به همه کارات برسی، این یه بحث دیگه است. به نظر من وقتی تو خوابت منظم نباشه، کل روزت رو حواس، اصلا کسلی، حالت خوب نیست. برای همین من میگم خواب کافی، خواب با کیفیت خیلی مهمه. مورد بعدی اینه که کارای سختی رو که میدونی باید انجام بدی در اون روز تیکه تیکه کن اگر ممکنه برات. چرا؟ چون ثابت شده که وقتی که ما یه کار سخت رو به تیکه‌های کوچیک‌تر تقسیم می‌کنیم، راحت‌تر انجامش میدیم و سریع‌تر انجامش میدیم. یه ساب پوینتی که این وسط هست، یه مورد زیر مجموعه‌ای که میخوام اینجا بدم اینه که سعی کن کار سخت تو همون اول صبح انجام بدی. یعنی هر کاری که برات چالنجی تره، چجوری بگم،
کلا حوصله‌شو نداری، میدونی که سخته، میدونی که باید وقت زیاد بذاری، تمرکز بالایی میخواد، اونو همون اول انجام بده، بره پی کارش. نمیدونم کتاب قورباغه را قورت بده برایان تریسی رو خوندین یا نه. توی اون کتاب کل بحثش همینه که آقا کارهای سخت تو اول انجام بده. این باعث میشه که کلا روزت راحت‌تر و سریع‌تر پیش بره و به همه کارهایی که پلن میکنی برسی. مورد بعدی اینه که یه سری کارا رو در طول روز ما داریم انجام میدیم، حالا خواسته یا ناخواسته، که از ما وقت خیلی زیادی میگیرن ولی در واقع هیچ نفعی به حال ما ندارن. مثلا اینستاگرام. تا حالا چک کردی ببینی چقدر وقت میذاری توی اینستاگرام؟ یا حالا ممکنه برای تو تیک تاک باشه اون اپی که از تو وقت زیادی میگیره، ممکنه فیسبوک باشه، ممکنه نمیدونم 1000 تا اپ دیگه که اصلا من شاید ازش خبر نداشته باشم. یه مطلب مهمی رو که باید حواست باشه اینه که خیلی از ماها نمیدونیم داریم چقدر وقتمون رو هدر میکنیم. بودن توی این سوشال میدیاها درسته بعضی وقتا به معلوماتمون اضافه میکنه، کسایی رو که فالو میکنیم به همون اطلاعاتی میدن، ولی در نهایت باید ببینی که آیا بودن توی این فضاهای مجازی از کارات میزنه یا نه. آیا فقط داری توی وقت استراحتت از این اپ ها استفاده میکنی یا نه میدونی که کار داری ولی همچنان نشستی scroll down scroll up؟ میدونی خیلی مهمه که ما حواسمون باشه ترک کنیم. من خودم یه مدتی کلا نرفتم اینستاگرام و هدف داشتم برای نرفتنم. اگر بدونین چقدر روی بازده زمانی من در طول روز تاثیر داشت که اصلا برای خودم هم عجیب بود. برای همین من اومدم چیکار کردم؟ اومدم اولا نوتیفیکیشن های خیلی از اپامو غیر فعال کردم. یعنی چی؟ یعنی الان توی اینستاگرام به من هر کسی پیام بده یا مسیج بده یا لایک کنه، کامنت بذاره، من نوتیفیکیشن نمیگیرم رو گوشیم. این خودش یعنی چی؟ یعنی یکی از دیسترکشن ها، یکی از این حواس پرتی هایی که ممکنه برای من به وجود بیاد در حین انجام دادن کارهام رو از بین بردم. این خیلی مهمه. یه پادکستی داشتم گوش میکردم که میگفت دیسترکشن هایی که در طول روز داریم خودشون باعث میشن که ما بازدهیمون بیاد پایین. چرا؟ چون حواس ما رو پرت میکنن. این تمرکزی که ما باید داشته باشیم روی اون کاری که میخوایم انجام بدیم، این دیسترکشن ها میان از ما میگیرن. خیلی طبیعیه. پس اگر که میخوای حواست روی کاری که باید انجام بدی متمرکز باشه، یکی از کاری که میتونی بکنی اینه که نوتیفیکیشن های فیسبوک تو، اینستاگرام تو، تیک تاک تو، این چیزا رو غیر فعال کن. یعنی داری زمان تو محدود میکنی و وقتی که فقط خودت میخوای که بری اون اپ رو باز کنی ببینی چه خبره. کسی نمیتونه حواست تو رو پرت کنه. مورد بعدی اینه که وقتی که وارد اون اپ میشی تایمر بذار برای خودت. این کارم خیلی به من کمک میکنه، چون خیلی وقتا تو زمان از دست در میره، داری ویدیوها رو نگاه میکنی، نمیدونی چقدر داری وقت میذاری توی این اپ، ولی تایمر که میذاری 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه سر اون تایمر پاشو. نه یا خاموشش کن دوباره سکرول اپ سکرول داون. نه، از این کارا نکن. اولویت بندی کارا رو تا یه حدی توی تو دو لیستا بهتون گفتم، توی تقسیم کردن کارهای سخت بهتون گفتم، ولی دوباره خواستم تکرار کنم، یادآوری کنم که اولویت بندی خیلی مهمه. ما خیلی وقتا حتی توی کارم، من این یکی از موارد مهمیه که همیشه حواسم هست توی جلساتم از مدیرم بپرسم، خب اولویت این هفته من از نظر من اینه، درسته؟ اگر نه به هم بگو که اولویتم چیه، چون شما نمیخواین وقت بگذارین برای چیزی که میدونین اولویتتون نیست. درسته؟ این خیلی اهمیت داره. کارهای مهم رو اول انجام بدین و کارهای با اولویت پایین‌تر رو بعداً هر موقع که وقت داشتین میتونین انجام بدین. توی اولویت بندی کاراتون یکی از مواردی که باید حواستون باشه اینه که یاد بگیرین به نفع خودتون نبگین. یه مثال براتون بزنم. من شبا زود میخوابم. هر کسی که منو بشناسه اینو میدونه. اینجا یکی دو تا دوست پیدا کردم که کلن نایت اولن، خیلی دیر وقت میخوابن، صبح هم زود بیدار میشن، یعنی
از اینا نیستن که شب دیر بخوابن صبح دیر پاشن، نه، ولی کلا برنامه خوابشون اینطوریه. یکی دو بار منو دعوت کردن که بیا بریم بیرون اینجوری اونجوری، گفتم که ببین من واقعیتش دوست دارم بیام، به قول امیر عباس میگم یاد میگیرم ولی فراموش کردم. دوست دارم بیام ولی چون که فردا دوشنبه است من ترجیح میدم زود بخوابم. و خب اینو قبول کردن، خیلی هم محترمانه، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. خیلی از ماها نمیایم این نه گفتن رو به نفع خودمون به کار ببریم تو زندگیمون. طرف میگه بیا خوش میگذره، میدونی هم که بری خوش میگذره، ولی آیا بعدش هم ولی باید بعدش فکر کنی که آیا بعدش هم فردای روز دوشنبهت سر کار چرت نمیزنی؟ کسل نیستی؟ حالت خوبه؟ خلاصه که نگفتن چیز بعدی نیست، مخصوصا که به نفع خودتون باشه. خودتون از همه چی مهمترین، اینو حواستون باشه. مورد بعدی و آخر اینه که به خودت استراحت بده. یه موردی که من خودم باید روش کار کنم، چون خیلی وقتا خودم رو غرق میکنم توی تودو لیستام و یادم میره که همه ما آدما یه مدتی به استراحت احتیاج داریم. مثلا اگر 1 ماه کامل روی تودو لیستات وقت گذاشتی، انجامشون دادی، چک مارک کردی همه رو، یه روز به خودت استراحت بده، یه روز هیچ کاری نکن. اینم میتونه بهت انرژی بده که دوباره شروع کنی از روز بعد با نظم و ترتیب یک جا بشینی و کاراتو انجام بدی. دیگه دارم چرت و پرت میگم. باشه همین دیگه. مراقب، این خونه همسایه‌مونه. مراقب خودتون، عاشق باغچه‌شم. خیلی آقای خوبیه، آقای پیر مهربونیه. همین، مراقب خودتون باشین. ازتون خواهش میکنم کامنت بذارین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، بهم روحیه بدین تا با ویدیو بعدی بیام پیشتون. فعلا خدافظ.